نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران و برادران و خواهران عزیزی که از بس که سوال زیاده من میخوانم کامنتاری شما را میخوانم که بسیار شکایت ها هم هست که مثلا سوال های ما جواب نگرفتیم گفته شاید این خیلش هم امکان دارد ولی انشاءالله که نوبت قطعی من جواب گفتن میگیرم شاید خیلی هفته نشید هفته دیگر نشید هفته دیگر خلاص انشاءالله تا ای سوالی دادگید ثواب هم میگیری اگر خودت هم که اگر با گوش کردنش نرسید دیگر ها گوش میکنن فایده او سوالی تر اونا برخوردار میشوند. خلاص برادر عزیز همین شبکه بگیم اصلی که من برآمد میکنم همین نور تیوی هست. سوال دیگر در روسیه یک دختری ازبک در سرتراشخانه کار میکند ما رفته سر کم میکنیم درست است یا نه به خاطر پول را بیگانه نکردن با مسلمان دهید. انا برادرای عزیز و گرامی موی سر پس کردن در پیش مسلمان و غیر مسلمان این گویم که انا هیچ یک نقشی ندارد. اگر این زن نمیشد و مرد میشد بله این گویم نیت شما این فکر شما این اراده شما بسیار نیک بود بسیار خیر بود ولی مادام زن است شما میرین در پیش این دستی او وقت در گردن تو در گوشی تو در سری تو میرسد این برای تو گناه است. این ممکن نیست از نگاه شریعت. برای همین از این نیت اگر نیک باشه نیتی نیکت بگرد لیکن اگر مقصد یگان مقصد دیگر باشد و با همین دلیل فتوا اکو رای خطا بگوی بیا و دویم همونجا باشی و این کار تو گناهگاری. برای پیش هر نفری نباشد مقصد هر یک سرتراشی نباشد هیچی باقی ندارد. شما مبلغ در همو بتین مرد باشد زن نباشد. بابای حاجی چیلاستین قصیده رقیه و قصیده بریده از هم چی فرق دارند و کدامش را در کدام حالت باید خواند؟ برادرای عزیز و گرامی در مردم ما و شما چیلاسین میگیم چیل یاسین یعنی 40 بار یاسین خواندن یا قصیده میگن خب یا اینکه مقصد اینجا در گفتین رقیه میگن قصیده برده میگن اینها را از پیش برادران عزیز و گرامی آدمای صالح آدمای با تقوا در بیماری های ما میخواندن یعنی بالا یک بیمار در 40 بار یاسین خواندن یا اگر نفری که قصیده برده میگن ولی در بالای قصیده برده از بس که شما معلومات ندارین نمیدانید که مقصد این قصیده برده چیه. اگر تاریخی ایرا دانین اگر معناهایی که در درون این قصیده برده هست یک بسیار گویم یک از حیات بسیار زیبای پیامبرمون صحبت ها می رود خلاص بسیار شنیدن باب است ولی اینها هیچ کدامش با
حدیث و آیت ثابت نشده است. فقط ما برای بیمار میتونیم که از آیت های قرآن، فرق ندارد خواه یاسین باشد، خواه سوره ملک باشد، خواه سوره فاتحه باشد، خوانیم، خواه بالای بیمار دا صوف کنیم، خواه در آب صوف کنیم، بیمارها منابطیم بنوشن. امکان دارد. ولی مثل امروزه چیلاسین ممکن نیست. انا رقیش بخوان اکه با ایجاد با مقابلت پیدا شدگی با جین خانهاش و یاسین خانهاش مقابل شدگی، حالا که همشون بیچاره یک مقصد دارن، مقصدشون به همه معلومه. برای این هر یک نفری که آدمی با تقوا باشد، با توفیق باشد، شب زنده‌دار باشد، قرآن خوان باشد، آدمی صالح باشد، برای بیماری ها تان بیارین. انشاءالله هر یک آیتی رو که از قرآن میخونن بالای بیماری هاتون شوف کنن، گویم انشاءالله شفا میابن. همش خوب است برادر عزیز. خب مردی که با زن شوهردار همخوابگی میکند ولی نمیداند که او شوهر دارد، حال این مرد چی میشود در قیامت؟ یعنی خب گویم زنی مرد یعنی یک مرد با زن شوهردار همخوابه می شود، آیا حکمی در شریعت چی است؟ در کتاب آمده است که من زن بی امرأت کانت متزوجه کان علیها و علیه فی القبر نصف عذاب هذه الامه. برادر عزیز، اینجا آمد یک حدیثی که هر یک مردی که اگر زن دارد یا هر یک مردی که با زن شوهردار زنا میکند، خدای مهربان در خانه قبرش برای این عذاب علایده دارد. میدونی چه عذاب است؟ میگه چه مقدار پیامبر امت دارد. این اگه امروز اگر به شرط گوییم امت پیامبرمون اگر در روی عالم 2 میلیارد باشد، میگن نصف عذاب امت پیامبر بر نفر میرسد که او با زن شوهردار وقت زنا میکند. نصف عذاب امت. باز در سوال جواب پیشتر من در این باب برای شما گفته بودم، باز میگویم که این کارها خیلی زیاد شدن. احتیاط کنین، از خدا بترسین. خب بابا جان میگفتید که عاشقی در اسلام جایز است یا نه؟ اگه این عاشقی هایی که اگر خواهرای دادرای ما در نظر داشته باشند که مقصد آلی نکاح نکرده یکدیگر را در آغوش میگیرند، با یکدیگر مقصد همخوابه میشوند، شبهای دراز مقصد در یک حالتهای تنهایی با یکدیگر میگردند، این روز و شب مقصد در آشخانه ها و رستوران ها می نشینند و این را برای خود عاشقی میگن. این نادرسته، این نادرسته. برای این در اسلام عاشقی همون است که وقتی که شما زنی را که در نکاحتان در آوردین، شما او زن دوست بدارین، او زن مقصد احترام کنین، به قدر او زن برسین یا او زن به قدر مردکش برسد. انامین عاشق زندگی باشین، اگر عاشق حرمت یکدیگر باشین، عاشق قدردانی یکدیگر باشین، اسلام این عاشقی را دستگیری میکند. این عاشقی هایی که شما شبی دراز بگردین و دست یکدیگر در گردن یکدیگر رو، خب و هر یک کاری را که برای شما نادرست است انجام تین، این عاشقی در اسلام حرام. خواهر دادار عزیز،
استاد من مدت 1 سال می شود با دختر عمم فاتحه کردم. حاضر در مهاجرتم. مادرم زنگ زده گفت که من فاتحه را می گردانم. مرا در وقتش بسیار عذاب دادند. نمیخوام از اولاد پدرت زنگ گیرم. اگر دختر عمت گیری تو را در دنیا و آخرت نمی بخشم. دیگر خانه من نیا. شما چی مصلحت میتید بابا جان؟ چی کار کنم؟ یعنی این دادر ما در فاتحه بوده است. مادرش به خاطر آنه که مقصد این دختره که از اولاد شوهرش بوده است و شوهرش که این زنه که عذاب میداده است، نمیخواهم که مقصد از اولاد این به این خانه مقصد کلیم بیارم. من فاتحه را میگردانم. این مصلحت خانگیتان است. شما میتونید با پدرتان با مادرتان یک جای دادر عزیز مصلحت کنید. زیرا اگر مادر این خیل پرینسیپ قطعی رود، پگو اگر تو زنم که بیاری در او خانه روز نداری. زیرا ما میبینیم امروزها که اکثر زندگی ها از دست مادرها ویران میشوند. اکثر زندگی ها اگر بعضا ای دست کلین ها و ای دست بیکاری مردها و از اینها هم که اگر شود، اکثرانش ای دست مادرها ای دست خشتمنها ویران میشوند. و این خاطر وقتی داده از اگر تو مادرت نخواهد و ایرا بیاری، بعد بسیار روزت سیاه می شود. وقتی که دیگر در خانه که شرایطش نداد، در خانه دایم جنجال که کرد، تو مجبوری که مقصد ای زنه یا سر بتی یا اینکه از بحر مادرت بگذاری و برای مقصد در دیگر جا علاهده زندگی کنی. یعنی علکه در همون خانه یک سیاهی و یک بدبختی میاد. برای همین با مادرت بشینین، با پدرت بشینین، صحبت کنین. دادر عزیز میگن همه وقت جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. شما مصلحت کنین. این کار بسیار کار جدیه. برای همین اینا فقط مصلحت کنین. اینا در همون داخل خانه این کار من مثال حل کردن نمیتونم. این همون شما خداتان میشینین و خداتان حل بکنین. برادرای عزیز و گرامی، بسیاری برادرها از ما از داخل و از خارج هم پرسیدستند که همین شبکه اصلی شما کدام است تا مقصد ما از همون استفاده بریم. من به همه شما اعلان میکنم که همون شبکه اصلی ما یا صحیفه اصلی ما همین نور تیوی هست. شما با همین حرفای روسی خودمان نور تیوی بنویسین در یوتیوب، همین صحیفه در یوتیوب هست. انشاءالله شما از همینجا برنامه بگیم همون اصلی ما را در میابین و هر ماه من حرکت میکنم تا 3-4 برنامه سوال و جواب یا یگان موضوع را در همین مقصد نور تیوی داخل کنم و انشاءالله شما از این استفاده برین. خداوند شما را خیر دنیا و آخرت نصیب